ببینید، شما اگه میخواید به کانادا مهاجرت کنید، راه و روش‌های زیادی هست. ویزای توریستی یکی از روش‌های سریع برای گرفتن ویزای کاناداست که امکان تبدیل این ویزا به مدل بعد از ورود مثل کاری، تحصیلی، اقامت، راه اندازی کسب و کار و مدل‌های زیاد دیگه رو داره. برای مثال خیلی ها هستن که به اوپن ورک پرمیت ایرانی‌ها که تا 28 فوریه یعنی تا 9 اسفند 1402 بود نرسیدن. اما جای نگرانی نیست. طبق اعلام اداره مهاجرت کانادا، هر شخص با هر ملیتی که تا 28 فوریه 2025 بتونه با ویزای توریستی وارد کانادا بشه، با یک سری شرایط میتونه تبدیل کنه به ویزای کاری. پس همچنان امکان گرفتن ورک پرمیت وجود داره. اما قبل از هر اقدامی باید متوجه شد که شرایط هر شخص چطور هست و یا اصلا امکان دریافت ویزا رو داره که بخواد از چند صد تا چند هزار دلار هزینه بکنه یا اینکه نه، اون هزینه رو سیو بکنه و فعلا دست نگه داره. پس اول نیاز هست شرایط شما رو بررسی کنیم.